اقسام شرک را بدانیم. اقسام شرک باید ما و شما بفهمیم. شرک سه قسم است. یکی شرک اکبر است، یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی. یک مثال براتون میگم که هر سه قسم از چی شود واضح شود. یک مثال میگم برای شرک اکبر، اصغر و این مثلا در نیت تعلق میگیره. شرک همیشه به چی تعلق میگیره؟ به نیت انسان. فرض کنین که یک نفر یک گوسفند خرید، 3 نفر هستن، این 3 نفر هر سهشان 3 دانه گوسفند خریدن و هر سهشان این را ذبح میکنن، میخواین که صدقه کنن. نفر اولی امی گوسفند را که خریده این را به نام غیر الله خریده، میگه ما این گوسفند خریدیم که بر فلانی بت برو میره ذبح کنم، ما این گوسفند خریدیم به خاطر فلانی قبر ایره چی کنم؟ ذبح کنم. اینال ای امی عبادت برای کی کرد؟ ذبح کردن عبادت است نه؟ به غیر الله کرد. چی زنده بود چی مرده بود. اینی در شرک اکبر داخل شد. فهمیدین نه؟ چون در نیتش چی است؟ میخواد که نمی گوسفنده به نام کی ذبح بکنه؟ غیر الله. غیر الله ما و شما گفتیم که بغیر از الله هر مخلوق که است، مخلوقاتی که هستن یا کلشان چی هستن؟ غیر الله است. پس اگر کسی بر یک بت یا مجسمه یا قبر یا زیارت اینمی گوسفند ذبح میکنه، این شرک اکبر داخل شد. شرک اصغر چی را میگن؟ این نفر دومی گوسفند خرید، در این گوسفند این میخواد به نام الله ذبح بکنه. الله اکبر میگه، رو به طرف قبله کل کار میکنه، لکن میخواد خدا به مردم نشان بده که مردم بگه که اوه فلانی چی گوسفنده، باش که باز مردم دیگه سعی کن دیگه 7000 گوسفند خریدنه، من یک دانه 10,000 بخرم، باز کلگی بگن که اوه نه سعی کن. یا مثلا من روز 2 بکنم، روز اول مثلا من باید برای 400 نفر نان بکنم. این هم بدعت است، هم در شرک اصغر داخل میشه. چرا؟ به خاطر مخلوق شد. بسیاری وقتا آدم حتی در شرک اکبر داخل میشه نمیفهمه، چون بعضی کسا بسیاری عبادت ها را از اول به خاطر مخلوق میکنه. این حالی نفر گوسفند به خاطر الله ذبح کرد، متوجه هستین؟ نیتش الله هست و رو به طرف قبله هست، لکن در عمل خود چی را داخل کرد؟ ریا را داخل کرد. پس ریا چی است؟ شرک اصغر است. چرا این شرک گفتن؟ به خاطر که گناهش از گناه کبیره کردن کلام است. نفر سومی گوسفند خرید، هم به خاطر الله گرفت ذبح کرد و در نیتش هم مخلوقات نبود، ریاکاری هم نکرد. خو این نفر وقتی که باز مردم توصیفش میکنه خوشش میاد که مردم میره توصیف کنه. اگه باز مردم سرش انتقاد کرد زود خیز میکنه، قار میشه، میگه بازیگر هیچ خیرات نمیکنم، والا آخه بازیگر هیچ بکنم. ما رو تو گفتیم صحیح شد نه؟ اینی شرک خفی هست. دی بسیار از علما و دعوتگرا داخل میشه. قاریایی که قرآن میخونه، یگان قاری صاحب که قرآن خوانه، یگان کسی که یگان ترانه رو خوان، بازیگر منتظر از کلاگی برش بگه ماشاءالله چقدر، چی صدایی، چی قرائتی، این دی بسیاری کسا در شرک خفی داخل است. از این خاطر در دعوت اگر دعوتگری خوب هستی اونو وقت هستی که اگر مردم بدم گفتد در قصهش نشی، خوبم گفتد در قصهش نشی. اما بعضی جوانها اول دعوت شروع میکنن، چون در شرک خفی خودش مبتلاست، مجرد که کسی سرش یک انتقاد کرد باز دعوت چی میکنه؟ ترک میکنه. بسیاری کسا ریش میمانه که مجرد یک کس یک پرزه سرش گفت ریش چی میکنه؟ چپتراش کل میکنه. چرا ریش کل میکنه؟ والا مردم هرچی میگفتن گمش کو. بعضی خواهرها هستن حجاب میکنن، یک شیطان انسانی میبرش یک جمله را میگه کوی تو چطور که چنا هستی؟ والا چی که من حجاب موضوع کنم مردم گپ میزدن. اما باز اگه مردم توصیفش کنن بازی چی میشه؟ خوش میشه. اینی باز شرک خفی داخل میشه. پس خب شرک اکبر گفتیم که شرک اکبر کدام شرک میگن؟ شرک نمیگن که انسان از دایره ایمان
خارج میکنه و صاحبش همیشه برای چی داخل میشه؟ در جهنم داخل میشه. و شرک، خب قاعده دیگه این است که انواع شرک اکبر بفهمیم.